اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، بندگان خوب خدا، برادران و خواهرانی که الحال ما را تماشا میکنید، خدای مهربان همه شما را، چی در داخل وطن هستین و چی در خارج هستین، در مهاجرت و در هر حالتی که در هر مکان هستین، پروردگار همه شما را عمر دراز و تن صحت نصیب و روزی گرداند. از آفت و بلا و فتنه ها خدای مهربان علل خصوص از این بیماری ها و از این وباها شما ها را خدای مهربان نگهبان باشد و پروردگار مهربان با روزی را نصیب کند که با همه یک جایگی، با لب خندان و با خرسندی و خوشحالی دست به دعا و با خرسندی ها ما و شما از خدا اظهار شکرگزاری کنیم برای رفع این بلاها. خدا چنین روزی را نصیب کند که از روی زمین این بلا دور باشد و ما و شماها با وقت خوش انشاءالله با یک خرسندی زندگی را ادامه بدیم. برادران عزیز، موضوعی که الحال ما صحبت میکنیم به گوش شما میرسانیم، این موضوع اصلا در اطراف همین بیماری که امروز ما و شما را تشویش کرده است، مردم مسلمان و غیر مسلمان همه را ترسانده است و همه سعی و کوشش میکنن، راههای جستجو میکنن برای خلاصی از این بیماری. انشاءالله صحبت ما اطراف همین هست. ابتدا ما اول درباره تقدیر صحبت میکنیم که تقدیر چیزی هست که باید ما و شما بدانیم و به تقدیر ایمان داشته باشیم که پروردگار در حیات ما و شما هر چیزی را که تقدیر کرده باشد او چیز نادیده امکان نیست. برادران عزیز، در حدیث می آید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، راوی حدیث عبدالله ابن عباس است. خود عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه روز من از پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به من نصیحت کرد، صحبت با من کرد، گویا غلام انی اعلمک کلمات. ای جوان بچه، مردم عرب بچه هاییاش غلام گفته صحبت میکنه. حبیب خدا را به عبدالله ابن عباس صحبت کرد، گویا ای جوان بچه، من برای تو چند سخن را تعلیم میکنم، این سخنها را حتما از خود بکن، گوش انداز که من به تو چی تعلیم میکنم. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بعد تعلیمات خود را به عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شروع کرد. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفت احفظ الله یحفظک. ای بنده، خدا را حفظ کو، الله تو را حفظ میکنه. معنای حفظ خدا در اینجا به چی معنی است برادر عزیز؟ معنای حفظ الله همین است که تو فرمایش خدا را حفظ کن. هر چیزی که خدا به تو دستور داد او فرمایش الهی را اجرا کن. یحفظک الله، خدا تو را حفظ میکنه از بلاها و از سختی ها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اولین چیزی که عبدالله ابن عباس تعلیم کرد این بود که آن فرموده هایی که پروردگار به تو کرده است او فرموده ها را حتما رعایت کن. احفظ الله تجده تجاهک. علی ببی حبیب خدا چقدر زیبا ما و شما را در حدیث نصیحت میکنه. این خاصه عبدالله ابن عباس نیست، این به همه امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این نصیحت تعلقات داره. حبیب خدا گفتن ای بنده عبدالله بچه جان، احفظ الله تجده تجاهک. خدا را فرمایش رعایت کن، پروردگار
در فرمایشش تو اجرا بکن، خدا را از فرمایشش اطاعت کن، تجده تجاهک، پروردگار مهربان تو فرمایش اجرا بکن، الله را فرمایش بجا بیار، پروردگار در حالتهای خوبیت، تجده به معنای در حالت نیکیت خدا را عبادت کن، تجاهک فی شدائد، علما میگن خدا تو را در وقت سختی ها فراموش نمیکنه، خدا را هم تو را یاد میکنه، خدا را هم تو را در وقت سختی ها یاد میکنه. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالله را ادامه داد نصیحتش، درباره تقدیر نصیحتش کرد و درباره این حدیثی است که همه امور زندگی ما و شما را از تقدیرات من شروع کرده، از اعمال من، از توکل به خدا کردن، از همه اینها ما و شما را در این حدیث نصیحت آمده است. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن اذا سألت فاسأل الله. عبدالله اگر هرگاه چیز طلب کردنی شدی از خدا طلب کن، هر چیزی طلب میکنی از خدا طلب باید داشته باش بنده. و اذا استعنت فاستعن بالله، اگر کمک خواستنی هم شدی از خدا کمک کن، از خدا کمک طلب کن، از خدا یاردم طلب کن. معنای حدیث چی است؟ معنای است که شاید کسایی هستن یک نفر یک چیز سوال میکنن، یک نفر یک مقصد کمک میخواهند، آیا این نادرست است؟ این نادرست نیست برادر عزیز. فقط بنده مؤمن بدانه که من از کسی سوال و از کسی چیزی میپرسم، این مقصد سبب است، دهنده پروردگار است. خدایی که ما را کمک میکنه در مشکلات، خدایی که ما را دستگیری میکنه در سختی ها، پروردگار یکتا ما را مقصد از مشکلات از سختی ها میبره و ما در حالت سختی اول باید از پروردگار خواب طلب کمک داشته باشیم برادر عزیز، توکل منو به الله داشته باشیم. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شروع کرد به تعلیمات نو، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفت درباره تقدیرم بدان بچم، تقدیر الهی همین است که الله هر چیزی بخواه همون میشه. اگر این همه مردم همه جمع شوند، همه مردم جمع شوند بخواهند به تو یک خوبی برسانند، تمام دنیا جمع شود بخواه به تو خوبی برسانند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن به تو خوبی کرده نمیتوانند، فایده رسانده نمیتوانند مگر همون مقدار میتونن که در تقدیر تو بود. خدا در تو تقدیر کشیده بود، خدا هر چیزی کشیده است همون به تو میتونن، ای زیاد نمیتونن. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن و این اجتمعوا علی ان یضرک بشیء لم یضرک الا بشیء قد کتبه الله علیک. ای فرزندی عزیز بدان که اگر همه مردم جمع شوند بخواهند به تو ضرر برسانند، بخواهند تو را به بلای گرفتار کنند، بخواهند به تو یک ضرر برسانند، بخواهند تو را به بلای گرفتار کنند، بخواهند به تو یک ناخوبی به سرت بیارند، آگاه باش که هیچ ضرری به تو رسانده نمیتوانند، همون مقدار میتونن که در تقدیر تو بود، همون مقدار میتونن که در تقدیر تو خدا کشیده است. از این زیاد هیچ کس مقصد به ما ضرر یا فایده رسانده نمیتواند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن رفعت الاقلام و جفت الصحف. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت فرزندی عزیز بدان که قلم ها برداشته شد و صحیفه ها خشک شده است، یعنی دیگر در تقدیر تو هیچ چیز نوشته نمیشه و همه چیز نوشته شده است، هیچ چیز زیاد و کم نمیشه. برادر عزیز، ماها اگر مقصد این سخن چی است، مقصد این حدیث چی است برادر عزیز؟ مقصد از این حدیث این است که ماها باید به تقدیر ایمان داشته باشیم. درست احتیاط کاری را میکنیم از تمام فرمایشی که وزارت بهداشت ما را مقصد مسئولیت میکنیم، اما ترس و خوف زیاد نداشته باشیم.
مقصد این موضوع ما این است که مردم این روز در تهلکه افتیدن، در خواب ترس افتیدن که خواب این بیماری به سر ما چی می آورده باشه. اینقدر ترسی که در دلهای مردم جا شده است، اینش مقصد لازم نیست برادران عزیز. اینش زیادتی است. ماها در تقدیر تن میتیم، هر چی خدا خواسته باشه او را ما و شما میبینیم و رضا و تقدیر الله بودن این جمله ایمانداری است برادر عزیز. اگر ما فرزن اگر به این بیماری هم دچار شدیم برادر عزیز، این بیماری به سر ما و شما یک رحمت الله است. هر کسی به این بیماری دچار شد گرفتار رحمت خدا شدگی است.